ما 4 روز 3 شب پیش طالبان یا پیش امارت اسلامی مهمان بودم و در این 4 روز 3 شب ما ایتو احساس میکردم که ما بندی نیستم. بسیار برخورد و پیش آمدی خوب با ما صورت گرفت. مقام استاد، مقام پهنتون، مقام علم احترام کردند و در همین جایی که من زندانی بودم اینا اکثرش افراد تحصیل یافته هم بود، آدمایی بودن که پهنتون خوانده بودن، با سواد بودن و بسیار خوب برخورد کردن و پیش آمدی خوب کردن. پس شما را نگفتن چرا آوردن؟ از شما چی سوالایی پرسیدن؟ آیا بر شما گفته شد که بعد از این اظهاراتتون نکنین یا چیزی مثل ازی؟ خب طبیعی است که چیزای رد و بدل شد، ولی اجازه بتین که همین محفوظ باقی بمانه. در گذشته هم شما از منتقدین تند دولت قبلی بودین، در حال هم در انتقادهای شما را در بالای حکومت طالبان بارها شنیدیم. به این معنی است که شما این اظهاراتتان را و این نظریاتتان را همیشه ابراز خواهید کرد بدون ترس؟ انشاءالله ما در هیچ شرایطی در هیچ زمان از حقیقت گویی دست نمیکشم. در پای حقیقت جان خواهم داد و برای حقیقت گویی ما به این دنیا آمدیم و هیچ فشار، هیچ زور، هیچ تهدید که در دنیا وجود نداره که مرا مجبور بسازه که تو دیگه حقیقت نگوی. و خوشبختانه طالبان برای من گفتن که تو بعد از این حقیقت گفتن نمیتونی. حتی تشویقم کردن که شما آرزو داریم که حقیقت‌های جامعه افغانستان انعکاس بده. سخنگوی طالبان آقای ذبیح‌الله مجاهد توییتایی را که به شما منسوب بود ریتوییت کرده بودند، دوباره نشر کرده بودند و شما را فرد متعصب خطاب کرده بودند. آیا گفتند به شما که علت بازداشت شما همین توییت‌های بوده که به شما منسوب بود که البته بعداً رد شد از طرف اعضای خانواده شما؟ که از موضوعات همون توییت بود، اما من اصلا خودم شخصا توییت ندارم. من وقتی که با دخترایم تماس گرفتم اونا گفتن که پدر این توییتی که ما ساختیم برای خود این نیست، این کدام توییت جعلی بوده، کسی دیگه به نام ما و عکس ما انداخته و عکس دختر ما انداخته و باز یک چرندیات گفته و گپای پوچ و گپای زیدی دولتی زیدی امارت گفته و یک مقدار اینا را ناراحت هم بله ساخته بود. باز ما برشان گفتیم که این تلفن مرا شما بگینین که من اصلا توییت ندارم و همین چیزا را من هیچ علاقه هم ندارم و کسی هم بوده دروغ بوده. باز خوشبختانه دختر من که با ایالات متحده آمریکا درس میخوانه دکترا، باز این 2 هفته پیش شکایت کرده به مرکز توییتر که اینجا یک جعلکاری شده بر ضد پدرم و او باز دوباره همو مرجع را مرکز توییت باید پیدا میکرد که امروز به من زنگ زد که پدر همو پیدا شده همو جعلکار و ما اصلا چیزی بر علیه طالبان در توییتر نوشته نکرده بودیم، ولی کسی چیزی نوشته کرده بود چرندیات و پرندیات او را مربوط ما ساختن که گویا او گپا را ما گفتیم. بازداشت شما نگرانی‌هایی را بین فعالای مدنی و منتقدین حکومت طالبان به وجود آورد. نگرانی‌ها از اینکه آزادی بیان زیر پا میشه و محترم نیست نزد طالبان. فکر میکنین شرایط در کابل حالا چنین است که نمیتونن کسی ابراز نظر بکنن یا نه؟ برای آزادی ما کل مردم افغانستان تلاش کرد، از فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، پارلمان اتحادیه اروپا، پارلمان‌های دنیا، شخصیت‌های مستقل در دنیا. من سپاسگزار هستم که همه در مجموع حتی زنای افغانستان تظاهرات کردند و بالاخره در داخل طالبان یک تعداد به طرفداری ما تلاش کردند در سطوح مختلف. بالاخره ما آزاد شدم. ولی ما در آخر وقتی که ما خداحافظی میکردیم جناب سید احمد سید اسحاق گیلانی که یک شخصیت روحانی است و از مجاهدین سابقه دار است، رهبری یک حزب سیاسی را هم به عهده داره، او همراه یک چند نفر آمده بودند که به هر شکلی که میشه استاد جلال آباد شما آزاد کردین. باز مرا همراه همونا آزاد کردن. همو رئیس مطبوعاتی طالبان همونجا در مورد آزادی بیان گپ زد، گفت ما مخالف آزادی بیان نیستیم، ولی یک چیز برادرها باید بدانند که آزادی بیان در اسلام مشخص است. چیزی را ما بیرون از اسلام به نام آزادی غرب، آزادی بیان غرب ما قبول نداریم. ما آزادی را قبول داریم که را اسلام اجازه داده. پس فکر نمیکنین این بازداشت شما ربطی داشته باشه با برخورد لفظی شما با دکتر نعیم وردک؟ خب اگر شو یک گپ بود که باید یک چیزی کونه شده بود و ضرورم نبود که او یاد میشد،
ولی به هر صورت بله اون مسائل هم یاد شد. ما گفتم که من متاثر هستم که چرا اینطوری یک گپ بین ما و دکتر وردک مطرح شد. اون یک شخصی تحصیل یافته دکتر است در زبان عربی و من دکتر هستم در علوم سیاسی و روابط بین المللی و اون یک شخصیت مهم در طالبا و من یک آدم فنتونی و دانشگاهی که عمرم در خدمت اولاد مردم گذشته. این رقم حرفا نباید بین ما و او تبادله میشد. از آن چی که ما گفتیم کلماتی که ما گفتیم چندان خوش نیستم، ولی علتی که ما این گپا را زدم گپای خود دکتر صاحب نعیمی وردک بود. و دلیلی که او مرا گفت که احساساتی گپ میزنه و به حال نیست، همین کلمه به حال نیست مرا بسیار برآشفته ساخت و من چیزی را به زبان آوردم که من خوش نیستم و شایسته یک پروفیسور نیست. خلاصه گپ گفتیم که از ما معذرت بخوایم، از او معذرت بخوایم، خلاص الله اکبر، همین گپ دیگه خلاص شود، دیگه دنبال نشود. و چون هم شد معذرت خواهی شد یا نه؟ حالا ببینیم خدا کنه که خلاص شود دیگه بخیر.